سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بریم سراغ بازی ترسناکی که برای پلتفرم‌های مختلف منتشر شده. اگه با بازی ترسناک علاقه‌مندید حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید، چون که قراره کلی بهتون بازی ترسناک و خفن معرفی کنم. راستی اسم من طاهه و اینم چنل من گیلنده. خوشحال میشم که منو لایک و سابسکرایب کنید. Let's go. خب دوستان، بریم سراغ ویدیو. بازی اولمون بازی الن آیسولیشن. اگه تلفظش اشتباه گفتم برام لطفا تلفظ درستشو توی کامنت ها بنویسید. این بازی مصدق بارز اثری استرس‌زای که شما رو تک و تنها در یک کشتی فضایی بزرگ رها می‌کنه. در گوشه کنارهای این بازی هیولاهای وحشتناک منتظر ما هست. در این بازی انواع اسلحه ها برای ما در دسترس که میتونیم با آنها مبارزه‌های جذاب و وحشتناکی با این هیولاها داشته باشیم. این اثر یکی از بازی‌های طولانیه که تموم کردنش 30 ساعت زمان. پلتفرم‌هایی که این بازی روشون منتشر شده: کامپیوتر، پلی‌استیشن 4، ایکس باکس 360 و ایکس باکس وان و نینتندو سویچ. بازی دوم که یکی از فوق‌العاده‌ترین هاست، بازی بلادبورن. خب این بازی از همون دقیقه اول که وارد دنیای ترسناک و حیرت انگیزش میشیم، موجودات عجیب الخلقه‌ای برای گرفتن جون ما بهمون حمله میکنن. مهم نیست که چقدر قدرتمند باشه، بالاخره موجوداتی پیدا میشه که ما رو شکست میدن. دوستان این بازی چون که یکی از انحصاری‌های PS4 فقط برای پلی‌استیشن 4 منتشر شده. بازی سوممون بازی دارک بود. این بازی با اینکه یک اثر مستقل و کم حجمه، ولی ترس این بازی به قدری استرس به جونمون میندازه که مشابه این رو تو کمتر بازی تجربه کنیم. دنیای این بازی به شدت بیرحم و شما باید در طول روز به گشت و گذار و مبارزه با خطرها بپردازید. پلتفرم‌هایی که این بازی روشون منتشر شده: کامپیوتر، پلی‌استیشن 4، ایکس باکس وان و نینتندو سویچ. بریم سراغ بازی چهارم، بازی لیتل نایت میرز. خب هر دو نسخه این بازی تجربه‌هایی هستن که از نظر طراحی مراحل، دشمنان و معماها شما رو شگفت زده میکنه. این بازی شما رو در نقش شخصیت‌های کوچیک قرار میده که در دنیای بزرگ و عجیبی گیر کسانی میفتن که قصد جون اونها رو. پلتفرم‌هایی که این بازی روشون منتشر شده: کامپیوتر، پلی‌استیشن 4 و 5، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس و نینتندو سویچ. بازی آخر یعنی بازی پنجم که گل سرسبد این ویدیوه، بازی رزیدنت ایول. این بازی یکی از فوق‌العاده ترین ها در ژانر وحشته که کمتر کسی اونو میشناسه. کمتر کسی اونو نمیشناسه. یکی از معروف ترین ها که از سالها پیش تا الان نسخه های جدید و جدیدتری از اون منتشر میشه. برای اونایی که این بازی رو نمیشناسن یه توضیح مختصر و کوتاه بهشون میدم. این بازی از زامبی گرفته تا گورگینا، برسک‌های ترسناک و باس فایت های کلک و پریزو. این بازی 8 نسخه داره و هر نسخه یک داستان فوق‌العاده. هر کدوم از نسخه های این بازی ما رو در نقش شخصیت های قرار میدن که برای زنده موندن در دنیای زامبی، در دنیایی که توش پر از زامبیه، باید دست و پنجه دن. پلتفرم‌هایی که این بازی روشون منتشر شده: کامپیوتر، پلی‌استیشن 4 و 5، ایکس باکس وان، نینتندو سویچ که یکی از جدیدترین نسخه‌هاش نسخه بازی رزیدنت ایول 4 ریمیک. خب دوستان، اینم از این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. توی این ویدیو سعی کردم که 50% بازی فوق‌العاده ترسناکی که
برای پلتفرم‌های مختلف منتشر شده بود و به شما ارائه بدم. 50% بعدی میمونه برای پارت دوم، چون که زمان این ویدیو خیلی زیاد نشون منتشر کردن این سخت بشه، تصمیم گرفتم که 2 پارتش کنم این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دوستان به این دلیل تو این ویدیو یکم آروم صحبت کردم که یکم وایب ترسناکی داشته باشه برات. دوستان لایک و سابسکرایب یادتون نره تا پارت دوم. خدا نگهدار.